بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. عزیزان من، در این سحری پرفیض و پربرکات الله سبحانه و تعالی و شما عزیزان هم صحبت شدن مناسب دید. الحمدلله. صبح پرفیض و پربرکات است. شاعر میگوید: دانی که سفید دمی خروزی سحری، هر لحظه چرا همه کند نوحگری. یعنی که نمودن در آینه صبح، از عمر شب گذشته است تو بخبری. عزیزان من، هر شب روز بشود، هر لحظه ما به مرگ نزدیک میشیم. یک قدم باشدم، یک وجه باشدم، عزیزان من، به مرگ نزدیک رسانیم. این دم ها را غنیمت دونسته طاعت و عبادت کنیم انشاءالله. امروز صحبت خود را دوام میتیم درباره امام اعظم. تعبیری میگد خواب دیدنی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را به سر شما میرسانیم. حضرت امام اعظم میگن رحمت الله علیه شب میگه در خواب دیدن که قبری پیغمبر را میگه صلی الله علیه و سلم کشاده، استخوان‌های ایشان را میگه در یک جا جمع میکردند. شب میگه در خواب دیدن. این خواب با یک عالمی دیگر است عزیزان من. میگه بعد دیدن این خواب در میگه ترس و هراس میگه افتاد، بیمار شدند. روز میگه دوستانشون میگه برای دیدن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگه آمدند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه این خواب به دوستانشو بیان کردن. گفته که من همین شب خواب دیدم که در خوابم استخوان‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع میکردم. دوستان گفتن تعبیر این خواب بیا نزد ابن سیرین رفته، یعنی چیکار کنیم تعبیر خواب از ابن سیرین پرسیم، چون که در همون زمان ابن سیرین انشاءالله یکی بهترین انسان تدبیرهای خوابای مردم را تعبیر کرده میدادن. عزیزان من، وقتی که میگه ابن سیرین نرفته گفتن ابن سیرین چونین انشاءالله تعویل کردن، میگن این خوابه. گفتن که میگه صاحب خواب سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بین مردم که امت احمدی جاری خواهد نمود. این دولت گفتن پیش از این گفتن به هیچ کس میسر نگشته است که امروز امام اعظم میسر شده است. گفتن امام اعظم میگه پس از این میگه خب میگه چیکار کرد؟ انشاءالله خدا خواهد خرسند شدند و از درگاه خداوند شکرگزاری کردن عزیزان من، و برای خدمت شریعت کمری میگه همت را مستحکم بستن و در راه اسلام در علم فقه انشاءالله یکی بهترین انشاءالله انسان شدن و سنتای رسول الله صلی الله علیه و سلم الحمدلله در بین ما و شما تا قیامت جاری کردن. عزیزان من، این امام اعظم رحمت الله علیه همه انشاءالله کارهاش، همه انشاءالله بردن شریعتش طبق قرآن طبق حدیث عزیزان من، یعنی وارد شدگی است عزیزان من. این شخص بسیار انشاءالله بزرگ است و شخص بسیار انشاءالله در اسلام عزیزان من. اگر 70 سال عمر داده شد الله همه عمرشون خدا خواهد چیکار کردن؟ بخشیده در راه اسلام کردن و خدمت کردن. خدمت انشاءالله بیکم و کوس الحمدلله، نه بیریا خدا خواهد، نه پکزوخه، خدمت خوب کردن و نامشو در عالم اسلام انشاءالله تا قیامت جاوید مان و خدا خواهد جاوید ماند. همینجا صحبت به پایان میرسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما باد صدای خدا. آماده شدن را فراموش نکنید.